اشتباهی که 90% مردم توی فروش خونه میکنن. با توجه به قانون پولشویی بانک این اجازه رو نمیده که خریدار پای قرارداد بیشتر از 200 میلیون تومان پول به حساب شما واریز کنه. پس شما مجبوری اون مباینامه رو امضا کنی تا خریدار بتونه با اون مباینامه بره بانک و الباقی ثمن معامله رو به حساب شما واریز کنه. حالا مشکل اصلی از اینجا شروع میشه که با امضای شما خریدار مالک اون ملک شده و اگر الباقی پول شما رو به حسابتون واریز نکنه، شما باید پله های دادگاه رو بالا پایین کنی برای گرفتن الباقی پوله که شاید تورم بخوره و اون پول بیارزش بشه. حالا راهکار چیه؟ شما تو بند توضیحات این متنی که من میگم رو بنویس. چنانچه خریدار به هر علت الباقی ثمن معامله رو به حساب فروشنده واریز نکنه، معامله منفسخ و از درجه اعتبار ساقط میگردد. حالا متن کاملش رو توی کپشن برات میذارم، اینو بفرست برای دوستی که میخواد ملکش رو بفروشه.